مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالا الى احسن الحال. آغاز سال 1405 هجری خورشیدی. الله اکبر. حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. امسال با همه سالا فرق داشت. اولین سالیه که رهبرمون رو نداریم و شاید اصلا نمیتونستیم خونه بریم. برای نشون دادن اقتدار ایران و استوار بودن پای اون چیزی که ما میخوایم و نگه داشتن دو دستی کشورمون، ترجیح دادم امسال توی میادین باشم. جالب بود برامون، اولین بار بود. شاید هیچ وقت دیگه ای من خارج از منزل سر سفره نبودم، سر سفره سال تحویل، ولی با وجود همه اتفاقاتی که افتاد اینجا واجب بود حضور داشته باشیم. کنار بقیه اعضای خانواده هم با خودمون همراه کردیم. الحمدلله شلوغ هم هست، سفره هم پهن کردیم توی میدون و با پرچم لحظه سال تحویل رو وسط میدون با الله اکبر، با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سالمون رو تحویل کردیم. انشالله که بهترین سال برای همه مردم باشه. وظیفه‌مونه، مگه میشه که بریم خونه؟ مگه میشه تو خیابون نباشیم؟ الان لحظات اولیه سال 1405 و ما الان زیر این بارون تو میدون هستیم که بگیم ای امام شهیدم، راهت ادامه داره و ما تا زمانی که انتقام خون شما و شهدای عزیزمون رو نگیریم این میدون رو خالی نمی کنیم و هممون پای کار این نظام و این انقلاب هستیم. 1 ساعت بعد از سال تحویل مردم در میدون تجریشن. ما اینجا حضور داریم که میدون رو خالی نکنیم، که این فرصت استثنایی که دست داده برای نابودی اسرائیل رو ادامه بدیم و این آرزوی ما بوده و 47 سال منتظر این فرصت بودیم. بزرگترین اشتباه رو کردن، رهبر ما رو شهید کردن. ما این فرصت رو از دست نمیدیم. از نیروهای مسلح تشکر میکنیم. واجبترین سفره‌ای که باید نگه داریم وطنمونه، کشورمونه، میدونمونه. قطعا ما به قله موفقیت همونطور که رهبر عزیزمون امام شهیدمون فرمودن میرسیم و زمین ساز ظهور میشیم و ریشه ظلم و ستم و این دنیا بر میداریم.